ду саволи кӯтоҳ доштем, иншаалло ки ҷавоб медодем. яке дар мавриди як ҳадисе дар саҳиҳи муслим аст ки якчанд уламоро назар кардем, гуфтанд ҳадис заиф аст ва ривоёти исроилиёт аст дар мавриди ин ки яъне аллоҳ таоло замину осмонро дар 7 рӯз офаридааст. ин ҳадиси саҳиҳи муслим баъзе уламо заиф гуфтанд. این حدیث شاذ است. شاذ، حدیث شاذ اون حدیثی که از خودش صحیح‌تر به مخالف آمده است. این حدیث مخالف آیت است. اگرچه سندش درست است، مثلا صحیح است، لیکن میشد خطاگی میشد. حدیث شاذ است. و این حدیث یعنی که خلاف قرآن است. الله تعالی میگه که ما زمین و آسمان رو در 6 روز آفریدیم. این حدیث میگه که روز یکشنبه الله تعالی زمین را آفرید، روز دوشنبه مثلا کوه را آفرید، روز سه‌شنبه ابر را آفرید، این و آن تا روز دوشنبه میگه. یعنی از روز یکشنبه شروع میکند تا روز شنبه میرد. یعنی 7 روز گویا آفریده است. الله که الله تعالی 6 روز آفرید، روز شنبه هیچی نآفرید. روز جمعه تمام مخلوقات جمع شد. یعنی بعد نماز عصر روز جمعه همه مخلوقات آفریده شد. الله تعالی در کن فیکون اگر خواهد همه چی پیدا میکنه، شوگت همه چی پیدا میشه. لیکن با وجود بزرگیش یعنی در 6 روز آفرید با حکمت هایی که الله تعالی سزاوار است. الله تعالی یکی از نامهاش حکیم است. یگان کارش بیهوده نیست، یگان سخنش بیهوده نیست. همه چیز در جای خودش میمونه. حتی با بزرگیش زمین و آسمان و مخلوقات در 6 روز آفرید. یعنی معنای اون دارد که یه آدم پرقدرت و ابرقدرت و میلیاردر هم بعضی کارهای همین روز کردن نمیتونه. الله تعالی میتوند، لیکن با وجود اینکه میتوند همین خیل کرد. حکمتاش بسیار است. ولی روز شنبه چیزی نه آفرید. و ما مسنا من لغوب، و برای ما یگان خسته شوی هم رسید نیست گفت. این برخلاف عقیده یهودی ها. یهودی ها روز شنبه دم میگیرن، میگن که برای اون که الله تعالی 6 روز آفرید و روز شنبه استراحت کرد. الله تعالی خسته نمیشه. و ما مسنا من لغوب، با ما خسته نمیشیم. گفت من خسته نمیشم. برای چی دم گیرد الله تعالی؟ بنابراین این حدیث بله شاذ است و این یکی از حدیث های است که مرتبه صحیح مسلم را در مرتبه دوم مانده است. بنابراین مرتبه صحیح مسلم در بعدی صحیح بخاری هست. بله. کوشش کنید برادران دایره موضوعاتتون. من امروز علاقه سیومین روز ذوالحجه، روزهای به شمار مانده است. برای سوال‌های این موضوع باشن خوبتر است، به خاطر که در چت بعضی‌ها می‌نویسن که درباره هر سوال دارن وارد شدن میتونن. اگر سوال‌های این موضوع باشه شاید که سوال کنن. حاجی‌ها، قربانی می‌کردگی‌ها، همین آدمای درارتون، دیگرا برادرها خواهش خودتون که برآمده است الا و قولی بعضی برادرها که مسئله مرگ و حیات باشد مایلی. من این مسئله حدیثی برادر ثانی هم پرسیده میشه یا در چت هم پرسیده میشه این سوال‌ها. بله سوال مهم بفرمایید.